چالش 5 روز 5 تا جای دیدنی اطراف بزرگ. روز دوم مهنان. پیج رو فالو کنین که امروز قراره با هم بریم مهنان. جونم براتون بگه که از بوجنو تا روستای مهنان یه چیزی حدود 1 رو 20 دقیقه طول میکشه، ولی اینجا جون میده برای کسایی که عاشق آب بازی هن. این حوضی که میبینید انقدر آبش خنک و تمیز بود که حد نداشت. تازه این قسمت دیگه هم پر از ماهیای کوچولو و خوشگل بود. الان که تابستونه بهترین فرصت دست عزیزاتون رو بگیرین، بلنشین بیاین اینجا یه چایی، نسکافه، چیزی. تازه میتونین پاتونم بذارین تو آب یخ کیف کنیم. به خدا به 100 تا مسافرت گرون قیمت میارزه. و اینکه خیلی دوست داشتم برم پایین ببینم اون پایین چه شکلیه، ولی انقدر سر بود ترسیدم. اگه شما رفتین تو کامنت ها بگین که آخرش دقیقا به کجا میرسه. ولی یه خواهشی که دارم، حالا هم از مردم بومی بوجنور هم همه عزیزانی که میان، آشغالاتون رو نریزین. واقعا حیف همچین طبیعتیه که انقدر کثیف باشه. و این قسمت هم چشمه آب بود که از اینجا داشتن آب میکشیدن ببرن سر زمیناشون. خلاصه که اگه تابستونم اینجا نیومدین، پاییز و دیگه یه سر بیاین. انقدر قشنگه، همه رنگا رو میتونین ببینین. و چالش دومین روزمان به پایان رسید، البته با غروب خورشید.